بابا باری کلا. ولی فکر می‌کنم لباس اشتباهی انتخاب کردم جدی. چه جالب. آخه من بهت گفتم الان با روش‌های مختلف. الان اسم می‌کنم که لباسم یکم اشتباهه، ولی خب بریم این قسمت. واقعا این بالشته همه کار میکنه ها. خیلی کارا میکنه. خیلی چیزا رو میپوشه. چند کار بره. چطوری؟ خوب. بعدم خوب نیستم اون. ادای بدار در نیار. تو شفا. نمیدونم آخه یه ذره اینجوری هم که آدم چی بگه. خب الان یه مقدار حالم خوبه. بعد نشون بدن، نباید نشون بدن. آره بابا گذشت فکر کنم دیگه دورانش که اگه حالت بد بود بقیه ناراحت میشدن. آره دیگه، یعنی اینجوری خب الان حالم بذاره خوبه دیگه. همون چیزی که هستم باید نشون بدم دیگه. چیکار کنم؟ اتفاقا خوبه که حالت خوب باشه، یعنی بقیه هم میتونن آره حالشون خوب بشه. آره آخه اینجوریه که مثلا چرا حالت خوبه، این همه فلان اینجوری شده اونجوری شده. دوست ندارم زاد اشاره بکنم و اینا. کی بهت گفته اینو؟ نه آخه میبینی دیگه توی سوشیال مدیا و اینجور چیزا، یارو یه پست خوب میذاره، هم یه استوری میذاره، همه میان چرش میدن و اینجور چیزا. و اینجوریام که خب الان من شادی میکنم، بعد مثلا حالا اینو توی شبکه مجازی به اشتراک میذارم و اینا 4 نفر دیسم رو میدن، بعد من اگه چیزی میشد فوت کردم مردم من میشم اسطوره. خب لاشی بابا خوب بود حالم دیگه. خب میدونی چی میگم؟ منم شاید بشم همون لا یه مش خاک میره آدم، بعد میشه خوبه. مرد پرستی اینجور داستانه دیگه. سخته حالا دوست ندارم زیاد بازش کنم، ولی حالا گله حالا چرا خوبه. حالت خوبه؟ فکر به ما هم یکم بگو حالمون بهتر بشه. بله آره شد با احترام. بله اینو تو بوق بذاری. بله مرسی. آره ماشینم عوض کردم. آره خوشحالم. آره البته حالا اینم باز نقطه دارک داره که میگم نگفته بودم بهت. ماشینم عوض کردم. 207 گرفتم. 207 مشکی. من که میدونم بچه‌ها دوست داشتم 207 مشکی خیلی دوست داشتم گرفتم. ولی آره یاد یکی از این جاویدنامه افتادم که آره علی نوری. حالا اصلا این اینستاگرام خیلی حرومزاده است. یعنی به این حرفشو میزنی قشنگ اکسپلورت پر میکنه، بعد ملو آروم مثلا میاره که آقا اگه میخوای 207 تو مثلا فول آپشن کنی چی آینه بغلش برقی بشه و فلان بشه، اینا شروع کرده دیگه آروم داره هی داره دارکتر میشه تا اون ویدیویی که داره واسه تولدش داره چیز میکنه آرزو میکنه. دیدم یه 2 شبی ما سوگواری داشتیم دیگه، صبح تا شب خودم در خلوت خودم. آره سوگواری داشتم. اصلا دماغم نرومد جدی. یعنی خیلی خیلی واقعا حال بد و فاز بدی بود و اینا. داشتم دیروز با مامانم صحبت میکردم، داشت یه صحبت‌های مذهبی اینجور چیزا میشد و که داشتم میگفتم بابا ولمون کن تو یارو زیر یه مش خاک خدا بیامرزتش بود درگیر چی ما ولم کن تو رو خدا دیگه. خلاصه اینطوری بود دیگه. ولی از این اتفاق خیلی راضیم، خیلی خوشحالم که تونستم. البته کل زندگیمو دادم، هر آنچه که بود و نبود در این سالها رو دادم. یعنی ماشینی که فکر میکنم چند بود مثلا 700 تومن 600 تومن این طورا بود دیگه، همچین عددی بود. یک خورده ما خریدیم. خیلی مبارک باشه. خیلی مبارک. من اینجا دوباره به تبریک میگم. نه جدی واقعا این که چیز باشه، این که هر کی یه چیزی داره دیگه. حالا نمیدونم من خودم با کلا این علوم روانشناختی و اینه مقدار چیز دارم یکم زاویه دارم، ولی یه موقعی هم آدم شاید بتونه بهشون کردیت بده که شاید این یک حرکت ناخودآگاهی در راستای بهتر شدن حالت بشه. آخه خیلی هم حالا داستانش که تعریف کردم خیلی رندوم بود. یعنی من یه استوری دیدم دایم گذاشته برای فروش و اینا دیگه ریپلای کردم دیگه شد، اصلا نفهمیدم چی شد. آره بیا بردار ببر فلان پولو زن تپ تموم شد و گرفتم. با اصلا خیلی یهویی شد. ولی میدونی حالا داستانش چیه؟ داشتم باز با خانواده داشتم مشورت میکردم آقا یه ذره ما پول سیو کردیم، یه ذره اینه یه ذره اونه، یه عددی هست چیکار کنیم. هاش داشتم فکر میکردم هیچ موهی نمیشد خورد واقعا با پوله. یعنی من بهش هیچ کاری نمیتونستم بکنم. تو چیکار کنیم؟ بیرین توش بریم یه ماشین عوض به تاش بریم. واقعا وقتی داشتم فکر میکردم هیچ کار درست حسابی نمیشد کرد. بعد مثلا کلا ذهنیت من این بود که من پول سیو کنم بتونم خونه بخرم. مثلا 30 ببین، یعنی ذهنیت خیلی بالا. مثلا من دیگه
خونه رو میگیرم. بابا زی خیال باطل. راست میگن دیزاین پولش خوبه؟ خیلی به نظر میرسه. نه بابا 6 7 سال فقط جمع کردم خورد یعنی تو همین الان حداقل 15 20 نفر رو کانورت کردی که دیزاینر بشن با این وضعیتی که داری میگی؟ همین الان فروختم و دارم پیاده میرم سر کار. اینقدر آدمو چیزا نه فکر نمی‌کنم واقعا خوبه دیگه. سر این مثلا عزیز من به دست شما نگاه میکنم، به دست 4 نفر دیزاینر خفن‌تر نگاه میکنم. خواهش میکنم ما شاگرد شماییم آقا عرفان. بابا یارو رفته کارت کشیده آریزو 5 افل اسپورت گرفته راحت. عزیزان هست بود دنبال نگاه اصلا کم نبین. نه زنده باشی خواهش میکنم. اصلا همین که ایده بود ذهنیت خونه به خطورت راه پیدا کرده خودش، یعنی دیزاین پولش خوبه دیگه. میگن دیگه من یه ویدیو دارم تو چنل خودم که اون ویدیو من سعی کردم که بگم آقا یکم یه سری از کانتنت هایی که تو میبینی شبیه در باغ سبزه، مخصوصا تو اینستاگرام. مثلا تو اینستاگرام خیلی کانتنت این شکلی من زیاد دیدم که طرف میگه که مثلا آشنایی با شغل UI UX بعد خیلی تعریف میکنن ازش، مثلا پروداکت دیزاین، یا آدمایی که بیرونشن فکر میکنن یا مثلا دارن تلاش میکنن به سمتش حرکت کنن که این موقعیت شغلی رو بگیرن، یا اینکه تو ذهنشه که تلاش کنه این موقعیت بگیره. یه ایده‌هایی دارن، یه ذهنیتی دارن که مثلا پول ریخته و خیلی راحته به دست آوردنش اینا. من یه ویدیو درست کردم که سعی کنم اینو درست کنم، این ذهنیت رو یه بالانسش بکنی. آره که یکم جوانب منفی هم گفتم از پروداکت دیزاین UX دیزاین. دست زیاد نشه اینجور داستانا. در راستای این که میگم این بالانس رو انجام بدم. بعد کل کامنت های اون ویدیو من که کمم نیست همش اینجوریه که چرا ناامیدی میدی؟ خب پس راهکارت چیه؟ حالا ما بریم چی یاد بگیریم؟ دیستو دادن. آره مثلا حالا تو ایران بده تو آلمان چطوره نمیدونم فلان بیسا چیزا این شکلی. آخه اون میگه آلمان آخه دوست خوبه ما همینجا داریم پاره میشیم کارگیر نمی آلمان چیه؟ من همش تو فکر این بودم وقتی این کامنت ها رو میگیرم که حالا من سعی کردم یکم بالانس کنم. این منظورم این نبود که واقعا نیاید اصلا به سمت UX UI دیزاین، که منظورم این بود که این جوانبم در نظر بگیری. آره دیگه. ممکنه که سختیایی هم داشته باشه مسیر یادگیریش، ممکنه که مسیر کار پیدا کردنش هم سختیایی داشته باشه. که حالا مثلا تو این پادکست و اینا ما خیلی راجبش حرف میزنیم، هم تجربه شخصی هم چیزایی که میبینیم، ولی به طور کلی تو اون بالانس اون ور ویدیو منو داری الان انجام میدی که نه پولش خوبه دیگه. بالانسش شما اون بالانس کن ما همین ور بالانس کنیم. آره دیگه. الان ترکیب اون و این میشه یک ذهنیت درست. کف شرکت‌ها پول ریخته برای دیزاینه. چه خبر از کارا؟ ما همچنان دنبال یه کاریم. مثلا کار چطوره؟ کار که خوبه فعلا. کار بد نیست، خوبه. خیلی 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 استارتاپی. حالا باز گفتم استارتاپی خودش یه ساختاری داره، یعنی استارتاپ یه چیزی باید باشه، یه ساختاری باشه که بهش بگه استارتاپ. ولی اینجا اینجوری هم نیست، خیلی کم و کاسیه زیاد داره. بعد میسازیم دیگه. شیدم که همکارا تو پادکست هم دنبال میکنن خیلی زیاد. خیلی مراقب باش که چی داری میگی. خیلی باید حواسم باشه. خیلی حواست جمع کن. چون آخرین اپیزودی که داشتیم بگم شجاعی اپیزود که کار بیکار شد. احتمال داره بعد از این پادکست هم تو واسه بیفته. فضای استارتاپی دوست داری فکر کنم. خیلی. من عاشق شرکتم. من میمیرم برای شرکت. هفته بعدی واسه اپیزود جدید لوگوی شرکت رو تیشرت میذارم. تتو میکنم. من عاشق شرکتم. آره خلاصه خیلی فعلا داریم سعی میکنیم بسازیم با این شرایط کاریه دیگه که ناهماهنگی هست. جلسه اگه جلسه باشه رو حساب کتاب نیستش و یه مثلا در قبل اینکه بخوام جلسه رو شروع کنم میگن جلسه داریم. من هیچ نمیدونم چی باید آماده کنم بگم. دیگه خلاصه میریم یه جوری کارو در میاریم. امروز هم داشتیم جلسه رو، ولی خب خدا رو شکر خوب بود، باحال بود. استارتاپیه آره همه چی توجیه میکنه. هر چی ما اینجا استارتاپیم دیگه. چی میخوای؟ تو آماده کن برای هر چیزی. یاری برو بریم. ولی آره کلیت کار اینه یه ذره الان بهتر شده بابت خود کار. چون اولش خیلی خیلی همه چی به هم ریخته بود، هیچی هم نداشتم از صفر واقعی. یعنی صفر تو کار چیه برای اینکه یه پروژه رو شروع کنی؟ صفر چیه برای تو؟ ایده. فقط ایده؟
هیچ دیگه نبود، فقط این بود ما میدونیم یه همچین چیزی میخوایم. یه صفر همونجاست. آره این 0-0 بود، واقعا سخت بود. یعنی یه چالش عجیب غریبی بودش که ما این اپلیکیشن میخوایم دیگه، اینو استارتشو بزن دیگه. واقعا با هزار بدبختی استارتشو زدیم، ولی خدا رو شکر الان یه ذره عذاب و گل در اومده و داریم کار میکنیم دیگه، میریم جلو دیگه. ولی خبر خاصی نیست، روتینه، میریم میایم به قول همین داستانایی که تو شرکت هست. چیز عجیب غریبی ندارم بهت بگم. آره تو چطور؟ منم اوضاعم اوکیه. چند سال شد آب؟ آره خیلی ساله. چند سال دیگه دارم کم کم به اون سمت میرم. دیدی مثلا میخوای بازنشست چی اینجا؟ آره دیدی چیزم دوستان لطفاً از آب بیرونشون کنید، تمومش کنید، بذار ایشون بره یه جا دیگه کار کنه. یه سری این زن و شوهرها هستن که مثلا دیگه مامان بزرگ بابا بزرگ شدن، مثلا میپرسی چند وقته با همین فکر میکنه، یکم میره تو خودش، بس 3-4 تا عدد اشتباه میگه تا مثلا به نتیجه برسه که چند ساله با هم برام داره به اون سمت میره. آره تبلیغ آبه 6 سال و نیمه. 6 سال و نیم تبلیغ بارسلونا دیگه. تبلیغ بارسلونا فکر می‌کنم تبلیغ آبه. نه خدا دارم بچه‌ها رو سوق میدم. راست دکمه سی تی ایتون قرمزه؟ اشتباه نی؟ برای خرید و برای تایید. برای همه چی. برای همه چی دکمهش قرمزه. علاوه چی کانسیستنسی؟ چی میگه؟ کانسیستنسی. خلاصه جالبه که 6 سال و نیمه. 6 سال و نیمه الان اونجایی ولی کلا. آره خیلی وقته. ولی خب من چیز بودم فسیل برنامه دیگه، برنامه فسیل بازی دیوونه بازیه. ماجی آخه چیز خوش میگذره دیگه. خوبه دیگه. آره شرایط هم بعد دیگه شما ایجه بعد وقتی ازدواج میکنی دیگه وضعیتت فرق میکنه دیگه. باید به عنوان یکم فضای خطر تو ریسک منیجمنت تو قبول دارم. نه نظر میزنم. نه خیلی چیز نبوده برای من توی این 6 سالی که تو آب بودم. خیلی این شکلی بود که کارای ببین آب یک شرکتیه. آب یه جمله است. نه صبر کن. آب اینو من از یک از دوستام شنیدم، خیلی منظرم حرف درستی بود توصیفش راجع به آب. گفتش که شرکت‌های خیلی بزرگ در سطح گوگل، خب یعنی الان آبو با گوگل مقایسه کردی؟ یه دقیقه بذار بگم. بذار حرفام بزن. خب نمیذاری تو. شرکت‌های بزرگ در سطح گوگل یه فضایی به کارمنداشون میدن که اونا بتونن به سمت این حرکت کنن که روی چیزهایی مثلا زمانشون رو بزنن، تمرکزشون رو بزنن، انرژیشون رو بزنن که لزوما در راستای پیشبرد اهداف مثلا گوگل نیست. خیلی چیز شخصی میتونه باشه. یعنی این فضا رو به کارمندش میدن که به سمت این بره که مثلا چون بیزنس خودش رو داشته باشه، مثلا روی یه چیز شخصی خودش تمرکز کنه که حس خوبی به اون طرف القا کنه. آب روی این فرهنگش کار نکرده ولی به صورت ارگانیک این رو انگار داره. یعنی مدل کاره جوریه که مثلا همه آدما اینجوریان که میتونن به دغدغه‌های دیگه‌شون بپردازن، میتونن چه میدونن رو زندگی شخصیش تمرکز داشته باشه. یعنی یک برنامه‌ای داره، یه روالی داره، میدونی. یعنی منظورم اینه که این جزء مثلا شاید ضعف باشه توی شرکت‌های ایرانی که این پروسهشون پروسه کندیه، مثلا شرکتی مثل آب. ولی برای منم اینجوری بود. یعنی برای منم اینجوری بود که چون یک فضای خوبی بهم میداد که بتونم زندگی شخصیم داشته باشم، کارم روال باشه. میدونی مثلا اون دلهوره و اینو نداشتم که چه میدونم مثلا باید امروز 12 ساعت وایسم سر کار. نه میدونی یه فرم و چیزایی داره دیگه، میدونی. اینش باعث شده احتمالاً شبیه جاهایی که من تا کار کردم. نه دیگه دقیقاً برعکسشه. مثلا همین واسه که هر 2 ماه یه بار شرکت عوض می‌کنی تو من 6 سال نیمه. یهو اصلا افتادم تو این لوپه ها. حالا بعدن نماش حرفی زدم همه یه جا بعد من اینجوری داشتم میرفتم این شکل باشه. بابا بذار اینجا بشینیم ما دیگه. بابا هر جا هم یه داستانی داشت. حالا کاری نداریم. ولی خب آقا جان شما توی این ما خیلی وقت نگرفتیم. خیلی وقته. از این فکر 6 ماه بیشتره. قطعا 6 ماه بیشتر. قطعا 6 ماه بیشتره. آره میخوام از اون اول بگو ببینیم چیکار کردی، چطور بود از اون استارت اعتراضات بگو ببینیم چیکار کردی، کجا بودی، چی دوست داری بگو. حالا میخوای نگیم کجا ولی آره توی چیز خیلی روزای عجیب غریبی بود حاجی. یعنی من توی این
اینو یه سری دیگه هم گفتن که توی این مثلا 6 ماهی که گذشت از زندگی ما توی ایران مجموعه چیزایی تجربه کردیم که مثلا کشورهای دیگه آدمای دیگه مثلا یه دونه شو تو کل زندگیشون تجربه میکنن. مثلا 6 ماه مثلا 3-4 تا چیزا تو تجربه میکنی که اصلا قابل درک نیست برای خیلی از آدما. خیلی روزای عجیب غریبی بود، خیلی حال عجیب غریبی بود دیگه. بعدش هم جنگ و داستانای جنگ و خیلی دیگه اوجی گرفتیم، اصلا رفتیم همینجوری داشتیم میرفتیم به سرزمین خوش آب و هوای گاو. واقعا خیلی بد بود، افتضاح بود. من هنوز چیز نشدم، هنوز یعنی فکر میکنم که به طور کامل وقتی بهش فکر میکنم نگذشتم ازش، یعنی هنوز حالم به حال قبلش نزدیک نشده. فکر کنم نشه اصلا، یعنی ببین ما فقط ایگنورش، یعنی من خودم حداقل اینجوریام که من ایگنورش میکنم میذارم کنار که الان دارم میگم مثلا حالم خوبه فلانی. سرگرم چیزای دیگه کردم، سعی کردم یه حرکتایی بزنم که حس خوب داشته باشم تو زندگی، ولی در آخر اصلا یه جایی بالاخره باز میخوره تو صورتت دیگه. ولی سعی میکنم فقط یه گوشه بذارم ولی حواسم باشه که چی شده و اینا، که فراموش نکنیم که چه اتفاقایی افتاده و اینجور داستانا. ولی به نظر من نمیشه، یعنی نه که فاز باشه ها، دیدی که مثلا تو این اصلا زیاد شده نه دیگه بر نمیگردیم اینجا، ولی واقعا فکته که من حداقل اینجوری که مثلا بر نمیگرده آدم به اون سرحالی که بود، چیزایی که دیدی، چیزایی که شنیدی، چیزایی که من مثلا یکم با مثلا این چیز اینکه سر حال نمیشم دیگه، شاید الان یکم چیز نباشه، مثلا خیلی به نظرم گزاره درستی نباشه، شاید منظورم مثل قبله، بر خودمو میگم من. ولی برای من واقعا اینجوریه که قطعا یه چیزی فرق میکنه، یعنی مثلا بعد از این 6 ماه و مثلا دی و جنگ و اینا قبل و بعدش برای من فرق میکنه خیلی به شکل معناداری. حالا اینکه مثلا سر حال بشه نمیشم باید ببینم چی میشه واقعا. ولی آره دیگه توی اون مدت خیلی اتفاقای چیزی افتاد. من مثلا از نظر شخصی هم درگیر داستانه ازدواج و اینا بودم که حال غریبی بود، میدونی، یعنی فکر کن یه طرف جنگه، یه طرف مثلا فلانه، یه طرف داری ازدواج میکنی. کلش هم تو همین دوره بود. آره دیگه، آره همش بود. آره خیلی عجیب بود. یعنی من مثلا موقعی که تاریخ عقد رو مشخص کردیم همش به این فکر میکردیم که نزنه تا اون موقع. مثلا 2 هفته بعد بود مثلا 3 ماه بعد نبود، 2 هفته بعد اینجوری بودیم نزنه، هم دیگه رو نزنید، یه 2 هفته ما بریم هم دیگه رو نزنید تموم بشه بره دیگه. و تا روزهای آخرم من همش استرسش همش به این فکر میکردم که قراره یه پلن بی و سی و دی داشتم همش. ما هم خیلی به این فکر میکردیم میخواد چیکار بکنیم، دقیقاً داره چه اتفاقی میفته، چیکار بکنیم. آره ولی آره گذشت و دیگه توی این مدت خیلی آدمای مختلف دیدم، خیلی آدمای مختلفی که باهاشون آشنا شدی، آدمایی که باهاشون فامیل شدم، باهاشون فامیل شدی. دقیقاً اینقدر چیز بودش. آره دیگه روی سری تواناییام کار کردم تو این چند وقت. حالا توانایی ارتباط با آدما من قبلا هنوزم تقریبا مشکلش دارم ولی قبلا توی جواب تعارف‌ها یکم مشکل داشتم. جواب تعارف مشکل دارم. آره مثلا چیه بگو من بگم ببینم جوابش چیه. من مدت‌ها وقتی یکی به من میگفت به فلانی سلام برسون میگفتم چشم حتما. بعد فهمیدم که نه نباید بگی چشم حتما، یعنی کار درست به نظرم منطقی می اومد که مثلا ایکس به من میگه سلام منو به عرفان برسون، میگم باشه اوکی حتما میگم بهش. توی این صحبت‌های چیزی که خب خیلی فضاش پیش میاد دیگه، یعنی تو مثلا وقتی ازدواج می‌کنی نه همش با آدمایی در ارتباطی که نیاز این تعارف‌ها اینا رو بلد باشی. یاد گرفتم که نگم چشم. الان جواب چی میگی؟ همین سلامت باشی. آفرین. تو مثلا بخوام چیز باشم، بخوام دیگه خیلی پرو باشم، میگم بزرگیتونه میرسونم. دیوونه میکنی یارو رو همونجا میفته چپا دهنش میزنه بیرون. آره بزرگیتون میرسونه. آره هنوزم تو چند تا چیز مشکل دارم دیگه. چی یعنی بگو برات حل کنیم. مثلا سفر بی خطر جوابش چیه؟ سفر بی خطر؟ ممنونم، متشکرم. زنده باشی، نمیخوره بهش مانا باشی، سبز باشی. ولی جوابای چیزی داره. فکر می‌کنم یه جواب درست باید داشته باشه. فکر نمی‌کنم این سفر بی خطر دست شما در نکنه، زنده باشیم. من که همیشه هم دیدی من می‌بینی سلام باشی، زنده باشی، قربان شما. من که همش اینو میگم.
به نظرم این جوابشه که نمیدونم شاید جواب داشته باشه اینا. ولی میگم دارم رو خودم کار میکنم. اون یکی چیه؟ اون یکی هم بدونیم مثلا چی دیگه این سفر بی خطر بود. اون یکی مثلا خسته راه نباشید دیگه. یزید کی اینو میگه دیگه؟ مثلا تو خسته راه نباشید. آره دیگه دست شما درد دیگه من چیزی ندارم بگم. سخت جواب دادن هیچ پا ماساژ خیلی خسته. نمیدونم اینا دیگه نمیدونم جواب داشته باشه یا حداقل من بلد نیستم. دارم روش کار میکنم به جواب رسیدم. ولی اینو برو هر چی گفتم بلد نبودی سلامت باشی زنده باشی. آره این ستا رو برو. ستا رو پشت هم بری یارو تو سوم میگه باشه. رو سوم دیگه خسته میشه خودش. سلامت باشی زنده باشی قربون شما. دیگه اینجوری دیگه درگیر این چیزا بودم و خب دیگه عرض خدمت شما خوب بود، خوش گذشت واقعا. خب خدا رو شکر همه چی هم به خوبی و خوشی. پیشنهاد میکنم ازدواج اوکی. ببینم همه چی خوب و میزون و رو برنامه یه جورایی پیش رفت دیگه. اوکیه همه چی اوکی بود. بله خب خدا رو شکر. اینم جدیدن یاد گرفتم. بله خدا رو شکر. بله خدا رو شکر. شکر جدیدا اینقدر دارم از واژه مثلا خدا و شکر اینا استفاده میکنم برام بامزه است. قبلا خیلی ادبیاتم این شکلی نبود. لفظ دیگه. آره بامزه است. میگم برای این تغییر ادبیاتم توی این به خاطر این مراسم و اینا برای خودم جالبه. مثلا تو بخوای خواستگاری بری باید ادبیات یه جوری باشه که داری خواستگاری میری. با ادبیات عادیت نمیتونی بری. همین سلامت باشید با ادبیاتی که من دارم تو اوکی. منظورم تو نوعی بود. تو اوکی. آره بابا تو مثلا من موقعش بیاد خیلی با ادب میشم. یوکو چوالو برتر میکنم. زنده باشی. زنده باشی. آره ولی مثلا از اون حالت بیام بیرون یه عفو برای من خوب بود. کلا همه چی خوب بود و طبق برنامه دیگه. الان که در خدمت شما. خب این چند وقت اخیر چطور زندگی چطور میگذره؟ کدوم چند وقت دقیقاً منظورته؟ دیگه از این یه جوری از این تب و تاب اعتراضات و جنگ و یعنی چیز شده دیگه. الان چی میگن؟ اما الان لنگ در هواییم حقیقت. الان شده یا نشده توافق امضا شو دیدی؟ خیلی خودشون هم نمیدونن واقعا. یعنی هیچ کس نمیدونه. یعنی تو هر ساعت چک می‌کنی یه خبرداری می‌بینی. واقعا نمیدونم. شاید مثلا یک سال بعدی که بیایم بعداً این ویدیو رو ببینیم به جواب رسیده باشیم. شاید نرسیده باشیم. شاید. حالا من دارم میگم که تو این چند وقت چطور بوده که یه ذره آب از آسیا به اصطلاح افتاده. یه مدت واقعا روی حالت استنبای بودم. یعنی اتوپایلوت زده بودی و قشنگ انگار غریزی زندگی می‌کردم. یعنی خیلی برنامه و چیزی که بخوام روش سوار باشم و بر اساس اون بخوام زندگیمو جلو برم نبوده. هنوزم تا حدودی اون شکلیه ولی بهتر شده. یعنی همین تلاشم برای مثلا همین قسمتی که الان داریم هم رکورد می‌کنیم من هفته پیش ویدیو گرفتم. این کارای اینجوری یه بخشی از اون مسیر است که دارم سعی میکنم راهمو پیدا کنم بعد از اون اتفاقا. آره خوبه. هنوزم اونجوری پیدا نکردم واقعیت. یعنی اون روتین نیفتاده. احتمالاً زمان همچنان لازم داره و خب تلاشای این شکلی احتمالاً سرعت بده به قضیه دیگه. ولی 6 ماه اینجوری بودیم دیگه. آره زمان میبره مثلا. احتمالاً 6 ماه دیگه هم زمان میبره. یا حالا یه ذره صفر کن 6 ماه بشه 3 ماه دیگه ایشال. آره. ولی آره چه خوبه که باز سریع تونستی خودتو. من میگم تا حدودی دیگه. مثلا من هفته پیش نه میگه ویدیو گرفته خوش کلیه. خب همین هفته پیش من ویدیو گرفتم. بعد 3 هفته بود میخواستم ویدیو بگیرم. یعنی یه 2-3 هفته‌ای هست اینترنت داره هی کم کم حالا من نمیدونم دقیقاً کی دیگه یه جایی به بعد دیگه ورداشته شد حالا اون فیلترینگ سنگینه. چی دیگه کامل یارو واسه کرد. آره مثلا 2-3 هفته است توی همچین پروسه‌ای هستیم. من از اون موقع تو ذهنم که یه ویدیو بگیرم با موضوعای مختلف با 1000 تا موضوع ایده‌شو داشتم. حالا چی شد من هفته پیش ویدیو گرفتم. من شب قبل از این که ویدیو بگیرم مثلا ساعت 8 شب قهوه خوردم. بعد آخر شب خوابم نمی برد. من تو تخت بودم خوابم نمی برد. همین چشام بسته بودم. نمیدونم این حسو تجربه کردی یا نه. وقتی قهوه میخوری خوابت نمیبره بدنت خسته است ولی نمیتونی بخوابی چون مغز نمیذاره. آره من تو همون حال بودم و چشام بسته بود و همش داشتم فکر میکردم. توی اون فکرات تصمیم گرفتم فردا ویدیو بگیرم. خب خوبه. آره دیگه گفتم آقا 3 هفته منجر به تصمیم درستی شد پس. آره اون 3 هفته سری میندازی عقب. حالا یه فردا بگی دیگه. روی ایده‌اش فکر کردم و روی این هم تو همون حالت و اینا. بعد دیگه شروع کردم به گرفتم. مثلا فکر کنم 15 بار اینترو گرفتم.
تا به یه نسخه رسیدم. یادم رفته بود اصلا چجوری باید ویدیو میگرفتم. نه اینم ویدیو تام حقیقت شو وقت نکردم. اینترو چی بود؟ بگو الان یادته؟ چی میگفتی؟ یکم راجع به این حرف زدم که چرا دارم ویدیو میگیرم. نه این اینترو اینو داری میگی؟ آخه اول چیزی شروع میکردی با چیزی میگفتی سلام فلان. ویدیوهای عادیم که مثلا با این شروع میشد که توی این ویدیو میخوایم راجع به این حرف بزنیم. بعد میگفتم سلام من خوش اومدید به یوتیوب چنل من. من فکر کنم اینترو منظورت اینه حقیقت. نه اینترو قبل از این که بخوام ویدیو رو استارت بزنم. سطح دانش من از اینترو. آره اون اولشو که مثلا میگفتم و میخواستم یکم توضیحات بدم که مثلا اوضاع چجوریه و فلان و اینا. بعدش گفتم میخوام حالا تو این ویدیو راجع به چی حرف بزنم. که دیگه مثلا یه تیکه‌ایش هم چیز گفتم دیگه. گفتم که مثلا یه تسلیت هم گفتم به اونایی که یه عزیزی از دست دادن توی این مدت 6-7 ماه اخیر. آره. حالا بعدن تو ادیت خواستم این فکر کنم عزیز بیگناهی از دست. بیگناه. نه سختش نکن. بازی نکن. همه رو یه صلوات بفرست و تمام. که این به فکر فرورفت گردم. یه سری آدم زیادی دارن این پادکست رو صوتی گوش میدن. حالا الان نمیتونم چند نفر گوش بدم ولی احتمالاً شکر صوتی گوش بدن. خب اکتای صدایی داشته باش بیشتر اکتای تصویری. تو ذهنم واقعا دارم سعی میکنم که یه بالانس خوبی گیر بیارم که بهتر سعی کنم که صحبت کنم اینا، ولی تا اینجا کار که خوب بوده است. تو چطور روی این ریکاوری تو اینا؟ ریکاوری دوره ببین ریکاوری که من رد دادم دیگه، یعنی تقریبا اوایل صحبتمون گفتم گذاشتم یه گوشه ولی حواسم بهش هست و فقط سعی میکنم که زنده باشم و به یه جورایی حال نمیدونم قشنگه خوب نیست کسی خوششون میاد سوء برداشت میکنه اینا. نمیدونم چرا حس میکنم یه مقدار بیشتر دارم از زندگی لذت میبرم چون من تمام مدت جنگ و کف تهران بودم و خونه بودم. هر روز صبح یا بیبی یا ترامپ منو بیدار میکردم بودم بابا اذیت نکن فلان، میگم داره خونه تکون میخوره چی شد و خونمونم دیگه بالای آزادی اشاره کنم بهش جای درستیه، همه عزیزان هستن. خوبای بازار هستن اونجا، هر روز یه جا رو سوراخ میزد تا عزیز زمین داستان داشتیم ما. آره خیلی روزهای بعدی بود و تروماتایز زیاد دیگه. اینا رو که ذره گذشت و رسیدیم به این آب و از آسیابی که افتاده و اینا دیگه، فقط سعی کردم بذارم یه گوشه یاد بشه. مثلا قبلا تو اپیزود صحبت کردیم یادم میره میذارم کنار تموم میکنم میره، ولی یه گوشه چشمی هم بهش دارم دیگه. گذاشتمش کنار دیگه، سعی میکنم زندگیمو بکنم و سرگرم کنم خودمو صبح تا شب که درگیر کارم و اینا. بعدش هم که همین دیگه خونم دیگه گیم میزنم اینا، فورزا 6 میزنم، خیلی حال میده. فقط سعی میکنم دور کنم چون واقعا دارم بهت میگم خیلی موقته این. یعنی به محض اینکه این اینستاگرامو باز میکنم کامل موده برمیگرده. این داستانا دقیقاً داستان ماشین خودم دیگه. اصلا یاد انقدر خوشحال بودم که اصلا یادم نبود. واقعا دارم میگم اصلا یادم نبود به این که مثلا این اتفاق افتاده و یه همچین کسی بوده و اینا. خدا بیامرز علی نوری. اصلا یه این استورو باز کردم اصلا ریده شد تو همه چی رفت. واقعا 2-3 روز حالم افتضاح بود تا اینکه دیگه سعی کردم با اینم کنار بیام و نداره یه موقع زندگی دیگه. یعنی لعنتی زندگی واقعا نمیدونم چه جوری باید تعریفش کرد. همینه زندگی کنی دیگه. این میره اون میره اینجوری میشه اونجوری میشه. فقط امیدوارم که ثمری داشته باشه. من لاکا دارم میدم خیلی ریز لاکا گوش دارم سانس میکنه بچه‌ها هدو بزن. من هنوز این یخساز فریزر ما هر موقع یکی یخی تولید میکنه از اون محفظهش میفته پایین و در صفحه محفظه یخها قرار میگیره. هر موقع این قلوب صدا میده من میرم تو حالت اینکه زدن. نه اینقدر صدا شبیه موشکاییه که میخور. بعد این میخوره زمین 2-3 تا غلط هم میخوره بین یخهای دیگه. درکشش شده
قشنگ حس اینو دارم که زدم. بعد الان تازه دارم بهش عادت میکنم. ممکنه توی ویدیومون هم الان یخ‌سازه مثلا یه یخ بندازه. بابا شنیدم صداشو. خیلی آخه یهو داد میزنه، یعنی صرف یخ خیلی یخ خیلی صدای موشک میده. انگار تو تخم میزنه بابا یخ دیگه. تروماتایز شدیم قشنگ. آره واقعا. من بابت که زیاده. این بابت که زیاده. این موتوری رد میشه آدم جوز میزنه. به مولا او دهن میزنه. آره ببین اون موقعی که چیزی بود، ما یک شبی بود که خیلی جالب بود که شب تولد منم بود دقیقاً. که شب تولد من شبی که ما بودیم. آره همون شبی بود که ساعت 3 صبح اینا اعلام آتش بس کردن. آره که مثلا از صبح این داشت میگفت، ترامپ داشت میگفت که تمدن ایران نابود میکنیم و من ایران رو برمیگردیم به عصر حجر و فلان و اینا. شبش ما تولد جمع شده بودیم دور هم دیگه. اون دوره مثلا خیلی حس این چیزو داشتی، یعنی تو حالت دفاعی بودی که یه چیزی میشنیدی در حالی که صدای موشک نبود، ولی فکر می‌کردی صدا موشکه. مثلا صدا ماشین میشنیدی میگفتی صدا موشکه، مثلا صدا موشک دارن میزنن دیگه. تبر دیگه همه تبر دستمون. واقعا همه تو حالت چیزی بودیم که سر سوزنی باعث میشد که اتفاق عجیبی بیفته. آره نه قبول دارم. اون دوران خیلی افتضاح و اسفناکی بود واقعا. ولی یه اسکیل ستی تومون تقویت شده که فکر کنم پوستمون کلوف سلطان. همون میگم پوست بد کلوف شده. یعنی یه توانایی به تو اضافه شده که فکر کنم خیلی چیزا میتونی باش حل کنی. من یه موقع از اون جهت بهش نگاه میکنم میگم احتمالاً این یه جایی میتونه به درد بخوره. این که مثلا ما اواخرش دیگه من خونه بودم قشنگ، یعنی 3 هفته آخرش دیگه بعد از عید و سال جدید من دیگه خونه بودم و ریلکس بودم دیگه. مثلا میدم مثلا یه ستون دود از پنجره معلوم میشه. چیه مثلا زدم. چی آره. شده؟ دیگه این شکلی شده بودم واقعا. سر میشه میدونی خیلی دیگه اجرا سر میشی اصلا توی فرقی نمیکنه دیگه. آقا یکی دو تا یادم اومد از تجربیاتم کف جنگ. چقدر بود؟ یه ماه ریلز خور بگو. ریلز خور بگم الان دیگه چیزش از دست داده دیگه وایرال نمیشه. آره زیاد خبری نیست. بچه‌ای که دارن ویدیو رو پادکست گوش میدن یکی از این روزا که حالا بگم که اصلا داستان چیه، جونم برات بگه که آقا ما دیگه انقدر دیگه عیاق شده بودیم با این شب‌های بمباران که میرفتیم و 3 نفری من و 2 تا از دوستای دیگه جمع میشدیم، دور هم جمع میشدیم و یکی بچه‌ها قهوه رو درست میکرد و میشستیم و گذر عمر میدیدیم. یعنی میگفتیم این سری میخواد کجا رو بزنه، اینجا نباشه صلوات محمدی پسند که اینجا رو نذاری که با وایسادیم دیگه. خلاصه هر شب همین بود برنامه، وای میستادیم و قهوه میخوردیم و یا آب میگرفتیم، تخمه میگرفتیم و اینا چون هیچ کاری جدی دارم 800 بودی. یعنی میتونم بگم که یه مقدار زودتر از موعد بنده رد دادم و بعد گذاشتم کنار. واقعا مثلا میرفتیم دغدغه این بودش که بریم چیپس رو بگیریم، حاجی این تخمه که مثلا سیر توشه با طعم سیره رو اینو بگیریم و بالا مثلا بخوریم حال کنیم. اینجوری بود و همینجور دور هم جمع می‌شدیم نگاه می‌کردیم چرا نمیزنه، مثلا تو چیکار میکنه فلان شده، چه بدبخت بیچاره شدیم و اینا صحبت می‌کردیم و اینم میزد و یه فستیوالی برام اجرا می‌کرد آیه دوست عزیزمون ترامپ. و بعدش هم که میمونه خونه. این منوال روزهای من در جنگ بود. یعنی واقعا یعنی صبح تا بعد از ظهر که میخوابیدیم هیچی هم نبود، یعنی هیچی نبود. یارو قشنگ برق کشیده بود این کارای هم که تعطیل بود دیگه. آره گرد بود دیگه. آره دیگه کامل خبری نبود و دیگه نشسته راوند بوده کار. بعد هیچی هم واسه نمیشد، یعنی کنسول لامصب روشن نمیشه بازی کنیم، هیچ کاری نمیشد. آپدیت میخواست بعد گیم پاس هیچی نداشت، یعنی چیز نسبی نداشتم که بتونم بازی کنم. یزیدم من از کجا میفهمم بذار حداقل ما آفلاین بازی کنیم سرمون گرم بشه دیگه. خلاصه هیچی نداشتم در خانه. خلاصه دیگه میذاریم بیرون دیگه. حالا اینو بگم که یکی از اون شبا من و یکی از دوستان پاسداران بودیم، تو یکی از کوچه‌های پاسداران وایساده بودیم داشتیم صحبت می‌کردیم، یه قهوه گرفته بودیم ساعت مثلا 9:30 شب قهوه می‌زدیم و اینا. اون موقع بود که میگی مثلا فکر کنم دیگه تایمشو میخواد بزنه و اینجور چیزا. یه چند ساعت نزده. خدا شاهده مثلا این قضیه که دارم بهت میگم که واقعا کانورسیشن من و رفیقم بودش که ببین نظرت بریم یه حالی دارم، یه حس غریبی دارم که میخواد بیاد. بعد اونجا هم خیلی زیاد زده مثل این که بعد اینو که گفتیم یهو دیدم یه صدا اومد
ببین این صدای تموم نمیشد حاجی که این یارو جت بالا سر ما نیم کلاش کرده بود وایساده بود دهن سرویس. خیلی ترسناک بود. بعد ببین من ماشین روشن کردم که برم، گفتم کجا می‌خوای؟ خاموش کردم گفتم ما رو ببرم اونجا که خودت میدونی برو بری، چون واقعا انقدر این طیف صداش هم زیاده تو نمیدونی کجاست. من که حس می‌کردم بالا سرمونه داره میاد پایین که یه تقه بزنه بره، نمیدونم می‌خواد چیکار کنه. بود بالا سرم بود، من همینجوری نشسته بودم بذار آخر لحظه زندگیمو یه دو تا نفس عمیق بکشم. واقعا ریده بودیم، واقعا من فهمونو گرفته بودم و لش گفتم بو بگایی برو برید دیگه. خلاصه این یکی از ترسناکترین و نزدیکترین تجربه من به مرگ بود. واقعا گفتم دیگه این زد دیگه تلپی انداخت و سیفونو کشید رفت. حالا اینو میگیم در چیزا میگیم میخندی برای در نهایت دار کیه ما فقط داریم برای مواجهه با بعد ویدیو خیلی بکنم. ولی واقعا خیلی خیلی یعنی اون لحظه که اصلا فان نبود قضیه، یه ذره که صداش دور شد سریع گازو گرفتم. بعد انقدر ترسیده بودیم، حالا رفیقم مثلا بچه اونجاست میدونه همه کوچه پس کوچه ها رو، ریده بود اصلا نمیدونست میخوایم چیکار کنیم، نمیدونست میخوایم کجا بریم. ما برو چپ برو راست، یه بار رفتیم توی کوچه بنبست دوباره برگشتیم رفتیم برو تو رو قرآن دور شو، فقط ما از صدای دور شیم. بعد رفتیم یه جا دیدیم صدا اومد دیگه، تو یه دو سه تا جا رو زده بود قشنگ صداش اومد شاه میزد همینجوری و میرفت. این خیلی تجربه دارک و عجیبی بود واقعا. یه دونه دیگه هم دارم میخوای تو چیزی بگی یا من بگم؟ نه تخت گاز برم. یه دونم ایسپازرسی واقعا بی‌نظیره. بعد من سعی میکردم مکانیزم چیزو بدونم، ایسپازرسی رو بدونم که آقا چیکار باید بکنین چیکار نباید بکنین. من گفتم آقا یه کله‌ای داریم و یه ریشی داریم و اینا کاری ندارم به ما. حالا منم چیکار میکردم سری چراغو خاموش شیشه ها پایین یا اینجوری یارو میگفت یا برو اونجا وایسا، هر کی بود ما رو وایسون بابا ول کن بذار رنج و چیز ندارم بخورم. بعد یارو سروش یارو میزد بالا، بعد میخواست فانش کنه صندوقو بزن پهباداست کجاست اسلحه کجا آنیتا عالی بود. گفتم نه بردم حقیقت موفق باشی کارتو بگی برو. آخه بابا ولمون کن من با کویی که خسته چی دارم جا به جا کنم دیگه. خلاصه این ایسپازرسی واقعا ته تروماتایز بود برام. اینایی که شیرینن مثل اینی که تو گفتی یا اینایی که شیرینن، اینایی که مؤدبن یه من نظریه نامحبوب دارم که منو بیشتر اذیت میکنن. میدونی یعنی من وقتی مثلا یه نفر یعنی یه کسی که مثلا باش حال نمیکنم جلومو گرفته مثلا داره ماشینمو میگرده که چرا میتو بکنی؟ آره وقتی مؤدب باشه رو مخمه، نه بد اخلاق باشید بیشتر وایب میکنم با قضیه. مثلا شیرین باشه مؤدب باشه اینا داداش تو کاری که داری میکنی و من دوست ندارم حالا تو اینو مؤدب به من بگی یا با خنده بگی بیشتر من اذیت میکنه. همونجوری با عصبانیت بگو که احتمالاً 95%شون میگن. بابا چند وقت پیش داشتیم خونه حلینا میومدیم با ماشین مهتی بودیم، بعد 207 دیگه اصلا چی میگن گاو پیشونه سفیده دیگه 4 تا هم سیبیل کلفت خسته نشستن تو ماشین. بیا بقیه خود داستانی اومدیم. بعد به محض اینکه وایسادیم خاموش کردم مهتی پیاده شد، بعد یارو بغل دستم وایساده بود من جلو نشسته بودم. این داشتون چرا پیاده شد؟ شما گفتی والا ما نمیتونیم بعد پیاده میشدی. نه آقا اوکی مشکل نداره مثلا فاز مؤدب و این. نه آقا بشین صندوقو تگلوت کن بزن بالا عالی ببند و برو همین. چی شد الان واقعا من پوینتشو متوجه نمیشم واقعا چی میشه. اینا به نظر تو لینکدین دارن؟ لینکدین فکر نکنم بدونن چیه. با احترام البته با عشق I love ایران ولی فکر نمی‌کنم به کارشون بیاد. تو یه موقع مثلا فکرم به این سمتا میره مثلا میگم این مثلا لینکدین داشت نکنه سنیور پاراداک دیزاینر پوزیشنشو چی میزد بعد مثلا اکسپریانساشو مثلا اونجا چی مینه مثلا یکی میگه مثلا اندورسش میکنه مثلا خوب احبا در میاره مثلا ماشینا
کیس استادی مثلا مینوشت کیس استادیش این بود که داریم شوخی رد میکنیم باید ته داری که بزن چیامو گذروندیم جدی. نه الان داری واقعا میخندی بعد فاز خندم میومد نمیتونم بزن جدیش کنم بعد یه همی باید بخندی رد کنی تا بگذره دیگه واقعا. یعنی نمیتونم کار عجب غریبی نمیشه کرد. و چه روزایی به ما گذشت چه چیزایی ما دیدیم. این سوال دیگه ترند شده که میگن اگه بخوای توصیف کنی که تو ایران چه اتفاقایی افتاده به یه خارجی و اینا یه دونش هم بگی یارو نمیتونه حذف کنه. بابا خیلی جدیدی خیلی نوبی مثلا میدل ایست گنگ انجام ندادم اینجور مثلا بدو خاورمیانه آن تاپ پسر خوب بدو بزن زرپاتو بدو مثلا واقعا ولی خیلی بامزه است. خیلی شوخیه بامزه هم با این قضیه میکنن. ایرانی جماعت میماشو دیدی یا نه که چیز میکنن مثلا جاهای مختلف دنیا رو نشون میدن مثلا مدل جنگاشون بعد یه میدل ایست رو میذاره شوخی نداره. یه چیز دیگه چی بود برای مبتدیان نیست اینجا برای مبتدیان نیست ما اینجا همه سینیوریم داده سینیور زنده موندن واقعا میکنن. یا مثلا اینایی که چیز میکنن مثلا وصلش میکنن به اون موقعی که مثلا چه میدونم تو اون دنیا دارن به تو یه سری اطلاعات میدن که تو بدن جدیدت قراره چی باشی و چه شکلی باشی و کی باشی و کجا باشی. مثلا میگه تو ایران به دنیا میای ریاکشن یارو بامزه است. بیا یه تیکم الان یهو یادم اومد گفتم بد نیست بندازم. توی این چند وقت حالا تو کل این 6 ماه از اون اعتراضات تا جنگ و اینا تا حالا چیز رفتی به زهرا رفتی رادخو؟ نه مثلا واقعا دارکه مخصوصا توی اون دوره تو اون تباتا واقعا دارک ترین چیزهای ممکنه من دیدم. چون من بیبیم فوت کرد یعنی مادر پدر بزرگم فوت کرد و تو شد. خوبه که بلدی ولی با دیلی گفتی. نه دیگه منتظر بودم جملت می‌خواستم تموم شه باری که ادب تو برم. آره منتظر بودم بگی اصول اولیه پادکست. آفرین. آره فوت کرد و مثلا اینجوری بودش که تا برم تا این قصارخونه میگن درسته؟ قصارخونه آره تا اونجا رفتم و اصلا صحنه هایی که میبینی اندامیا واقعا خیس سرق دارم میشم. چیزایی که داره میاد تو ذهنم خیلی چیز عجیب غریبیه و تو اینجوری که پسر بازم تو هنوز هیچی تجربه نکردی تو اذیت نشدی میدونی چی بهت میگم سختی نکشیدی از دست ندادی که بفهمی داستان چیه. آره بعد عکس‌ها رو میبینی سنا رو میبینی اوضاع اون خانواده‌ای که از دست داره میبینی بعد میای حالا روندی که ما داشتیم رفتیم قصارخونه چه صحنه‌ای اونجا دیدیم دوست دارم حالا بازش کنم ازش رد شدم منم دوست دارم. بعد از اون بر رد شدیم دیگه اومدیم و رفتیم سر خاک سپاری انجام بدیم. اونجا ما چی دیدیم در مسیری که سوار ماشین شدیم از قصارخونه تا سر خاک چیا دیدیم سر خاک که یکی از این جاویدنامه‌ها که اتفاقا معروف هم بود یعنی عکساشو ما دیده بودیم دقیقاً چیز بود. بریم داشتی میگفتی. خب آره داشتم میگفتم که رسیم سر مزار و یکی از اتفاقا از این جاویدنامه‌ها دقیقاً قبل بالایی بیبی بنده بود که از اون موقعی که من داشتم از دور می اومدم که برسم به سر مزار یه خانومی اونجا نشسته بود بعد سومنبوک بدون ذره تکون خوردن فقط گردن کرد و داشت به قبر نگاه میکرد. در تمام این مدت که ما درگیر کار بودیم من یه گوشه نگاهی مینداختم به این خانم همینجوری نشسته بود. یعنی میگن یارو ماتش برده یعنی واقعا این کلمه فهمیدم که معنیش یعنی این ماتش برده مات و مبهوت مونده بود از این اتفاقی که افتاد و بعضی آدمی که دست داده بود که آخر سرم دیگه مثلا که نمیره. ما مثلا 2 ساعت خورده سر خاک بودیم و تموم که شد دیگه وایسادم و بغل دستش نشستم و مثلا پرسیدم خیلی آروم که حالا اونقدر خلوتش هم به هم نریزم چی شد و اینا توضیح داد و اینا مثل این که مثلا تیر خورده بود و بعد دیگه تمام شده بود و اینجور چیزا دیگه فاتحه هم خوندم و اینا مثلا تجربه واقعا عجیبی بود و بعدش دیدم اونور توی قطعه اونوری چه خبر بود نزدیک. ببین مهمترین چیزش واقعا اینه که این مهمترین جایی که آدم خیلی
دردناک میکنه قضیه رو واسش. برای من اینجوریه که خیلی نزدیک بوده اتفاقات، یعنی حالا چه مثلا توی جنگ که اتفاق طبیعیه و چه قبل از جنگ که حالا خیلی اتفاق طبیعی نیست، ولی تو خیلی نزدیک حس میکنی به خودت. یعنی مثلا ممکنه من باشم، رفیقم باشم، داداشم باشم، مثلا خواهرم باشه، یعنی اینقدر آدم احساس نزدیکی میتونه بکنه و این خیلی سخت میکنه و ناراحت کننده ترش میکنه. خیلی و خیلی رک دیگه. شاید بعدی ما بودیم، بعدی من بودم. چه خبر دیگه از این جهت که برنامه‌های آتی چی آقا عرفان؟ اینو بگی که انتهای ویدیومون کم کم دیگه شما برنامه آتی اینه که من میخوام چیکار کنم، میخوام شما یه سری برنامه‌ای که اینجا میگی و اون اهرم فشار استفاده کنیم و بتونیم طبق اون بگیم حالا قول دادیم آقا زشته، حرف زدیم باش وایسیم دیگه بتونیم به دیسیپلین اصولی برسیم رو نشه. آره دیگه ما کفش اینه که حداقل به دیسیپلین تقریبا قبلی که داشتیم برسیم، ولو بیشتر باری کله با انرژی بالاتر. یه روز در میون یه قسمت بذاریم اش کنیم اش بازی یه روز در میون چی داریم بگیم؟ هر روز بیایم، یعنی همش داریم یک زمین چه خبر دیگه چه خبر بگو دیگه چه خبر چه خبر فقط همینو داریم. ولی همون به نظرم میتونه هفته یه بارم بشه، به نظرم خوبه، واقعا خوب میشه. بعید میدونم ولی ایشالله. درست. ولی به نظرم برگردیم اون دیسیپلینه، چون واقعا برای من که دلخوشی همینه دیگه. دیدی که از موقعی که اومدم انرژی بالا شدی، رفتی بالا اینجوری. خیلی دوست داشتم. من که دوست دارم این کارو لذت میبرم. برسیم اون دیسیپلینه، کیف کنیم و ببینیم چه کارهای دیگه میتونیم بکنیم. اصلا برنامه‌ای که داشتیم که هر 10 تا اپیزود یه اسپشیال بگیریم، یه جا رو بریم قرق کنیم، خراب کنیم اونجا رو، بیاریم توش که دیگه بعدش نتونیم بریم. آره دیگه بعدش حتی خودمون شخصا هم نمیتونیم بریم، یعنی ببینن با تیر میزنن عکسمون رو وانتد خورده. سری قبلی تو دی پراجکت واقعا من یه روم نمیشه برم دی. یه جمع کردن فکر کنم. جمع کردن؟ آره سر ما بودن. چی شد؟ یکی داشت میگفت دی جمع شده. حالا جابجا شده یا چی؟ نمیدونم. من اصلا از سیما ایران رد نمیشم دیگه. من چند بار رد شدم ولی حواسم نبود دقت کنم، ولی اینو شنیدم که جمع شده. خب خیلی ناراحت شدم. اینم از این دیگه. اگه تا اینجا دیدین، حالا چه ورژن ویدئویی ما رو دیدین تو یوتیوب، چه ورژن صوتیمون رو شنیدین تو حالا پلتفرم‌های پادگیر، یک تعاملی با این قسمت داشته باشین دیگه. حالا لایکش کنید یا یه کامنتی بذارین، بستگی به اون پلتفرمی که توش هستین. اگه ما رو صوتی گوش دادین، ویدیومون تو یوتیوب هست. اگه ما رو ویدئویی دارین میبینید، میتونید پادکستمون هم روی یعنی ورژن صوتیمون هم در واقع روی پلتفرم پادگیر گوش کنید. امیدوارم که دوست داشته باشید. بله. دم شما گرم دیگه. انرژی بدید داشتید این قسمت. آره خیلی 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 خوشحالم که بالاخره گرفتیم. یه 2 هفته بود درگیریم بودیم که اپیزود رو بگیریم. ان شاءالله که بازم بگیریم و دوستانی که دارن نگاه میکنن انرژی بدن به ما. انرژی بده لطفا. عالی بودی آقا. آره قربونت برم. زنده باشی. میبوسمت. خیلی مخلصیم. دمش